درود دوستان، خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید فرنسکست. دوباره اینجا هستیم با آقا بنیامین گل. چطوری داشت؟ چه خبر؟ سلام دوستان، خوش اومدید به اپیزود دیگه. قربونت مازیار جان، انشالله که اوقات خوبی به سپری کنید همگی. خب این سری اومدیم با یه موضوع جذاب و دوست داشتنی، چیزی که خب دوباره برمیگرده به تجربیات خودمون و قراره در مورد سفر صحبت کنیم که البته یه سری سوالا ما خودمون آماده کردیم، هم من هم بنیامین جان، که قراره طبق همون سوالا پیش بریم و احتمالاً یه جایی از بحث هم بیایم از سوالا بیرون و یکم در مورد حالا نظر خودمون هم صحبت کنیم در کنار نظرات مربوط به سوالات. خب میخوای من اولین سوالو شروع کنم؟ بنیامین اوکی هستی؟ آماده ای؟ آره راحت باش، مشکلی نیست. آماده که اگه بخوای صندلی داغه بپرس. چه زمانی برای اولین بار عاشق جهان شدی؟ یعنی چه اتفاقی افتاد توی حالا یکی از سفرها؟ حالا منظورم تو بحث و حالا مضمون سفره. مثل که واقعا باید آماده می شدم. ببین، در حالت کلی آدم وقتی عاشق جهان میشه که چجوری بگم، خیلی سوال کلیه میدونید. وقتی عاشق جهان میشه که خب سفر کنی دیگه. بستگی به اون اولین بار یا حالا هر چندمین باری باشه که بالاخره تو عمق وجودت بشینه لذت اون سفر کردن. میدونی چی میگم؟ دقیقا. مثلا من واقعا وقتی جاذبه های ایران و کلش رو تقریبا میشه گفت دیدم، اون موقع میتونم بگم که عاشق جهان شدم واقعا. من وسط و دیگه یه صحبتت جورایی بگم که کلا سوالا خیلی جنجالیه و حالا همونجور که بنیامین گفت یه ذره سوالا کلی محسوب میشه، ولی خب ما دنبال اون جوابه هستیم توی سوالا. آره خب قرار نیست که مثلا رفرنس بدیم، که دقیقا. قرار نظر دقیقا. خودمون رو بگیم طبق معمول. ببین، آره داشتم میگفتم من خودم کسیم که تقریبا میشه گفت 98% جاذبه ایران رو دیدم، و اون موقع میشه گفت دیگه واقعا یه چیزی شد که اصلا یه تحول بزرگی تو آدم ایجاد میشه وقتی که بیشتر از یه چند باری سفر کنی، چیزهای جدید و خیلی ببینی، تجربت بالاتر بره. خیلی دیدت نسبت به جهان عوض میشه و خب دوست داری که بیشتر بری، بیشتر ببینی، هر چقدر بری. خب طبیعت جهان همینه، انقدر دوست داره تو رو بکشه سمت کشف اسرار و نادیده ها و ناشناخته ها که عمرت تموم بشه. نظر خودت چیه؟ نظر من در مورد این سوال منظورته؟ آره آره. ببین، منم میخوام یه جواب حالا کاملی بدم. ببین، وقتی برای اولین بار یه منظره منحصر به فرد و حالا نادری داخل یه مکان کاملا طبیعی میبینی، احساسی که پیدا میکنی یا حالا زمانی که مثلا یه پیاده روی طولانی داخل طبیعت میری، یه مهمون یه زوج مثلا اون محلی میشه تو اون مکان و استراحت میکنی، باعث این میشه که اون انرژی رو بگیری ازشون و اون انرژی مثل همون عاشق شدن است. گرفتی منظورمو یا میخوای بازترش کنم برات؟ آره و شاید برای من این دو موردی که مثال زدم میتونه همون نخستین باری باشه که بتونم چنین رابطه عمیقی با جهان حالا پیرامونی که داریم برقرار کنم. حالا یه سوالی که پیش میاد طبق این گفته های تو اینه که امکانش هست، چون گفتی مثلا یه پیاده روی بری، منظری چیزی ببینی، امکانش هست مثلا تا حالا شده که یه جایی رو ببینی بگی یه بار دیدنش بسه؟ چقدر سوال قشنگ و جالبی پرسیدی. حالا اینکه ما سوالا رو با هم دیگه هماهنگ نیستیم باعث میشه که خیلی بحثمون جذابتر بشه و حالا مثل همون سوال اول که ازت پرسیدم و یکم تحمل کردی، بهش قشنگ فکر کنیم و همون لحظه بیایم و چیزی که مد نظرمون هست و نظرمونه رو بیان کنیم. ببین، شاید گاهی اوقات به یه جایی خب سفر کنی و معتقد باشی که خب سفر به اون مکان جذابیت چندانی نداره، اما اگه واقعا فرد کنجکاوی باشی مطمئن باش که اگه بازم به همون مکان بری و تو اون محیط قرار بگیری، مطمئنا شناخت بیشتری نسبت به اون مکان پیدا میکنی و مطمئنا همیشه چیزای جدیدی هستش که آدم میتونه پیدا کنه و ازشون لذت ببره.
حالا نظر خودم راجع به این سوال، من شخصا آدمیم که سیر نمیشم واقعا با یه بار دیدن، مخصوصا طبیعت، مخصوصا آسمون و فضا و این داستانا. قطعا یه بار سیر نمیشم. خوبه، پس تو میتونی از محیط اطرافت که همینجا هم هست، یعنی شمال، نهایت لذت رو ببری. منم دقیقا مثل تو هم، یعنی اونجوری نیستم که مثلا واقعا اه، با یک بار دیدن یک منظره ازش سیر بشم، چون هر بار که نگاه میکنم چیزای جدید میبینم. نمیدونم تو هم اینجوری هستی مثل من یا نه. من مثلا توی مسیر جاده شمال اه، واقعا وقتی به صخره‌ها نگاه میکنم یا به طبیعت نگاه میکنم، بعضی اوقات یه سری شکل‌ها و طرح‌ها داخلش میبینم و برای من به شخصه یکی از جذابیت‌هایی که همیشه داشتم توی حالا سفر از حالا تهران به شمال یا از حالا چالوس به تهران، این بوده که میشستم و صخره‌ها رو نگاه میکردم و سعی میکردم که یک چیزی از داخلشون ببینم. اگه دقت کنی یه سری طرح‌های حساسی چهره ها میبینی که شاید حالا هر ذهنی نتونه تحلیل کنه، ولی خب من حالا چون یه روحیه دقیقا. هنری هم دارم واقعا اونا رو میبینم و خیلی لذت میبرم از این قضیه. و دقیقا مثل همین بحث دیگه، یعنی یه نمونهشه که من الان بارها هر سری که میرم تو این مسیر، اگر حالا قسمت بشه با هم دیگه مثلا این مسیر دقت کنی همش به بیرون نگاه میکنم و همش کنار پنجره میشینم و کنار شیشه ماشین و هی نگاه میکنم که ببینم چی میتونم از این طبیعت به عنوان یه چیز جدید ببینم و حتی یه موقع بیاموزم، چون این سری جذاب آدم میبینه که خیلی تو یاد آدم میمونه. مثلا من یه موقع ازشون فیلم میگیرم، حالا یه چند تاشم برات قرار بفرستم، از سوهارد در آوردم که شاید اون طرح‌ها رو بتونم به تو هم نشون بدم اگر رسمشون کنم. منم که خودت میدونی نه دیگه، تو خب که اصلا خدای عکس نگیرم که شبم تو روز خدای این نمیشه. داستانی دقیقاً. یعنی یه عکسایی هم حالا بنیامین میگیره که اینقدر جذابه و یه صحنه‌های خاصی هم شکار میکنه تو این زمینه. واقعا بنیامینم تقریبا میشه گفت مثل خودم علاقه‌منده به این قضیه و خودش هم حالا بعد از اینکه متوجه شدم این کارو میکنه، خودم الان عکس‌ها رو ازش میگیرم و یه موقع رو پروفایلم استفاده میکنم. لطف داری تو شاکرتم داداش. عزیز. حالا من خودم شخصا بارها شده بشینم مثلا توی فصلهای مختلف. خب تراس ما یه ویوی داره که حالا اومده باش، فکر کنم اومدی دیدی حیات ما رو تقریبا. درست. یه ویوی داره به جنگل و کوه، آره. بعد بالاش هم آسمونه. من ساعت ها شده بعضی وقتا بشینم خیره بشم بهش، واقعا به فکر فرو میبره منو. نمیدونم چه راز و رمزی داره و واقعا سیر نمیشم. واقعا هم همینه دقیقاً. ببین راز و رمزی پشتش نیست، دقیقاً به نظرم همین جذابش میکنه. نمیدونم والا. سادگیش آره جذابش سادگیه میکنه به دقیقاً. نظرم. کلا سادگی آدمو واقعا مبهوت میکنه، تو خیره میشی به چیز دقیقا. ساده. یعنی مثلا بزنیم مثال بزنم برات، یه موقع دیدی به دیوار خیره میشی، یه دیوار سفید، آره. چیزی اونجا نیست، یه دیواره، یه دیواری که خیلی ساده است، چیز خاصی متریال خاصی نداره، ولی خب یه موقع به دیوار خیره میشی و کلی فکرها ممکنه، کلی ایدای خفن از همون لحظه به دست بیاری. بریم سراغ سوال بعدی. آماده هستی؟ بله به به. بفرم. ببین اگه این فرصت داشته باشی که کلا کار زندگی تو ول کنی و بری دنبال ماجراجویی روی خودت، این کارو میکنی؟ خب اگه خودم باشم و کارزنی نیازی نداشته باشم تامین باشه همه چیزم، چرا که نه. آها. واقعا میتونی به نظر بازش من کنی میارزه. برای بچه، حالا برای من که خب در ببین کنارت اگه هستم دارم گوش مثلا میدم. یه سناریوی خودش درست میشه دیگه اینجا، تو فکر کن پول ماهیانه بیاد تو حسابت، یه پول و کلوفتی بیاد تو حسابت که تو هزینه غذا، خورد و خوراک، سفر دیگه، پوشاک، لباس، همه چی تامین باشه. بری سفر کنی، بری مثلا جایی که دوست داری ببینی تو کل دنیا. مثلا من که شخصا اگه بتونم میرم فضا، آها. چون واقعا روانی آسمون و فضا، حالا سوای از جنگل، از طرفداران واقعا به سفت و نظرم سخت جیمز میشه. وبی. ببین این فضا یه بحثه، آسمون خودش یه بحثه حاجی. آره آسمون وای، خیلی ابر تو عجیب آسمون غریبه. وای. در کنار سادگی زیبایی رو قشنگ به چشم میبینی. این خیلی مهمه. ببین خیلی چیزا ساده ولی زیبا نیستن. گرفتی؟ واقعا. الان من بخوام در مورد این سوال حالا نظر شخصی خودمو بگم، تو بحث ببینی اون تامین بودنه رو گفتی، یعنی گفتی که آقا پول بیاد اصلا فقط برم بگردم، درسته؟ بله. ولی من میخوام اون جبهه‌ای رو بگم، آقا اون سمتی رو بگم، اون وجهه‌ای رو بگم که
یه درآمد معقولی داشته باشی، یعنی اینکه مثلا اونجوری نباشه که مثلا با کشتی و مثلا بری کشتی تفریحی بریم ور و اینا، خیلی چیزای ساده و اینا، ولی بری تو دل طبیعت مثلا کمپ کنی، یعنی همچین سیستمی اگه باشه من اوکی‌ام. ولی اونجوری که آقا همه چی دیگه میدونی من برسه، چی دوست دارم چی مازیار؟ جانم؟ دوست دارم یه زمینی باشه، حالا گندم یا برنج فرقی نمیکنه، خب یه زمین کشاورزی باشه، پایینش دریا باشه، سمت چپش هم جنگل، اگه خود بسط باشی پشت جنگل باشه، رو به دریا باشی، زمین برنجکاری یا گندمی چیزی باشه. واقعا به نظرم پیر نمیشه آدم چه اینجا اگه وایبی زندگی داره، کنه. ولی یعنی وایبشو قشنگ حس کردم، نمیدونم حالا فکر کن بچه‌ام حس کردن یا نسیم نه. دریا میاد، بوی گندم یا برنج میره وای، اصلا میخوره تو صورتت حاجی. ای وای. ببین حالا این بحث رو باز کردی، یه واقعا. چیزی حالا رویایی برای خودت دیگه، درسته؟ من بله. الان همچین سیستمی و برای خودم حتی رو عکس پروفایلم هم هست که تو ذهن خودم مثلا همچین یه کلبه‌ای رو تصور میکنم همیشه تا این چند سال، که وسط یه فضای برفیه و دورش جنگل و یه همچین چیزی. حالا عکس پروفایل ناکنه قشنگ متوجه میشی، حالا برای بچه‌هام دارم توضیح میدم که بتونن قشنگ درک کنن. و اکثر اوقات اونجا مثلا برف باشه، خیلی به نظرم واقعا زندگی تو همچین خونه لذت بخشه. و تو حالا داخل اون خونه یعنی که در کنار اون خونه منظورمه، داشته باشی واسه خودت یه سری مثلا حیوان نگهداری کنی و یه همچین زندگی روستایی دیگه، منظورم همین. چه بعد ببین، وایبی مثلا کلبه داشته باشی، برفی باشه، هاسکیت هم تو حیاط باشه، آفرین، آخ آخ آخ. بری هیزم خورد کنی، بری آره بندازی تو دقیقا، بخار، ببین توی چیز همین من شومینه دنبال بخاری همینم، یعنی میگم. واقعا اون اکثرم که دیدم تو ذهنم قبل از اینکه اون عکس رو پیدا کنم به این قضیه فکر کردم، ولی دیدم واقعا چیزی که تو ذهنم بود و یکی رو عکس روی تصویر اومده کشیده و این خیلی برام جذاب بود. و یکی حالا چیزایی که ذهنی و رویایی که دارم یه همچین سیستمی دقیقا حالا مثل سیستم توه، ولی اون فضاش یکم فرق میکنه، بیشتر حالا جنگلی و حالا فضای برفیه. گفتی برف، من یاد اسکاندیناوی و قطب شمال و اونجاها افتادم ماجی. من یک به خیلی گفتم اینو، فکر کنم یه روز از عمرم هم مونده باشه باید برم شفق قطبی رو ببینم. اوه 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 اوه، شفق قطبی واقعا اصلا. واقعا یکی از فوق‌العاده ترین پدیده های طبیعت. ببین خیلی عجیبه وقتی هر چقدر بهش نگاه میکنی، اول اینکه سیر نمیشی و هر چقدر که بهش نگاه میکنی بهش واقعا. پی نمیبری، میدونی؟ گرفتی؟ و هر چقدر هم که آره. نگاش میکنی یک چیز جدیدی میبینی، چون هی تغییر میکنه. نمیدونم حالا خوندی در مورد سیاد یا نه، ولی خیلی عجیب آره غریبه. خب. ببین خب این در واقع میشه گفتش که به خاطر چیزه، برخورد این یون ها بودن، ذرات آره باردار، و آره نمیدونم آره شیمی دبیرستان خونده بودیم این چیزای آره، راجبش. یونای به باردار. خاطر اینه با باد خورشیدی فکر کنم میخوردن به هم دیگه، بعد این یه همچین تصویر ایجاد میکنه که واقعا به نظرم خارق العاده ترین چیزه که میشه تو آسمون دید از همینه. یکی از برنامه‌ات و بچه‌ها فهمیدن دیگه. دیگه خودتو رو کردی ای شفق باز. چیز دیگه ای که هست حاجی، حالا جلوتر میگم، حتما یادم انداز که این درباره دریاه، فقط یه اشاره بکن که من بهت بگم بعدا. در مورد تو میخوای دریا همین اگه الان میخوای بگم؟ الان بگو دیگه، بعد میریم سراغ سوال بعد. خب چیز دیگه ای که هست، جدیدن نمیدونم دیدید تو این اینستا پستاش زیاد اومده، یه سری ذرات فلورسنس هستن تو آب دریا، موج میخوره رنگی میشه، خیلی هم گفتن ادیته. من رفتم تهیه کردم دیدم نه این واقعا مثل اینکه چیز واقعیه. موجشی. خیلی آها جذابه به فهمیدم، نظرم. آره تو دیدم یه موج فیلمشو. میخوره میاد به آره ساحل، بعد آره، یارو راه میره داخلش، رنگ رنگ پخش میشه اتفاقا میپاشه. نمیدونم به من نشون داده بودی فکر کنم. آره الان آره نشون داده آره. بودی ویدیوشو. خیلی اینم واقعا مثل دقیقا شفق قطبی. خب اینم یه چیز عجیبیه. من واقعا. اول که ویدیو دیدم به من گفتی که به نظر این ادیت یا واقعی اگه یاد باشه، که من گفتم آره که ادیت آره. کرده دیگه، ولی گفتی که نه همچین پدیده‌ای هست. و همونجا بود که من واقعا برگام ریخت، نه خودم ریختم برگام مونده. آره خلاصه بریم سوال بعدی. بریم. نوبت من بود آره دیگه، آره. آره. چه سوالی، بذار ببینم چی چه نوشتم برات. سوالی برای ما. ای بابا. به نظرت یه
استراحت کوتاه، مثلا یه بریک چند هفته یا چند روزه وسط کارت، مثل خود سفر برات لذت بخش خاطر انگیز میتونه باشه یا نه؟ ببین گاهی اوقات خب توی استراحت کوتاه یه اتفاقای خاصی رو تجربه میکنی که حالا ممکنه اصلا انتظار اونم نداشته باشی و حتی به بهترین و خاطر انگیزترین اتفاق سفر تبدیل بشه. حتما حکم نباید که سریع حتما نباید که حتما یه جای خاص بری، میدونی ممکنه تو حتی اتاق خودت بتونی همون حسی که تو اون سفر داری و داشته باشی با یه سری کارها، مثلا مثل بازی کردن یا حالا کارهایی که مثلا تفریح محسوب میشه، یا حالا اتاقم نه، اگر مثلا یه باغی دارید، یه حیاتی دارید، تو اون فضا بیای مثلا چی رو بگم، یه بساطی را بندازی و نمیدونم یه دونه نوادی صندلی بزنی و یه صندلی بذاری و یه میزی هم مثلا بذاری، یه سه چیزا بچین برای خودت، یه ناهاری داخل اون فضای باغ بخوری. شاید همون نام یه تجربه جذابی برات باشه که تو اون سفر نتونی تجربه کنی و حتما نمیشه گفتش که باید سفر آدم بکنه و همچین حرکاتی بزنه که بخواد یه خاطره خوب ازش داشته باشه. میتونی از ببین کاملا باهات آره. موافقم مازیار، کاملا. چون خودت هم بودی دیگه، رفتیم برای اپیزود 1 بود فکر کنم درست. اونجا، تا صبح با بچه ها بیدار بودیم. ما همچین تصویر رو من تو عمرم ندیده بودم از آسمون که بتونم نشون دادم. آره واقعا خیلی. حاجی اصلا سیر ببین یه نمیشه آدم، نیازی به هیچ چیزای محرکی یه هم نداری. چیزای جدیدی رو کشف میکنی زمانی که محدودیت‌های خودتو میشکنی. گرفتی؟ یعنی محدودیت بله. شاید اونجا نخوابیدن بود. یعنی ما نخوابیدیم و یهو ساعت 6 صبح بود که ما همینجوری سر صحبت کردیم دیگه، از ساعت 8 شب 7 شب بله. تا ساعت 6 صبح یک سر صحبت کردیم بدون اینکه اصلا زمان رو متوجه بشیم و یهو به خودمون اومدیم دیدیم که ساعت 6 صبح و هوا داره روشن میشه و تو اگه یاد باشه برگشتی گفتی که آقا صبح شد بریم بخوابیم و یه پتوی هم دورت بود و همونجا بود که اون لحظه رو ثبت کردی دیگه. آره آره خیلی خیلی واقعا خوب بود. لحظه قشنگی بود برای من به شخصه، چون این تجربیات خیلی کم اتفاق میفته و وقتی که اتفاق میفته اگر با آدمای درستی باشه تو نهایت لذت رو میبری. دقیقا. بریم سوال بعدی دیگه، بریم خب سوال سوال داری؟ سوال بپرس زیبا، بپرس. سوال جذاب. ببین تا حالا شده احساس کنی که سفر کردن برات یه چیز واجبه؟ ببین به نظر من، حالا اکثر جاهام که من دیدم اینو میگن، سفر جزو واجبات هر انسانه. درست. انسانی که سفر نره تجربه نداره، هر چقدر فکر کنه با تجربه است. البته انسانی که با تجربه باشه فکر نمیکنه با تجربه است، این یه فکته. به به. ام، هر چقدر فکر کنی تجربه داری، سفر نرفته باشی هیچی نداری. چون تو وقتی به یه محل جدیدی میری، چه به شهر، مثلا از موتلقو به چالوس، آها. کلی تجربیات جدید کسب میکنی، کلی آدم جدید میشناسی و خب همه قرار نیست که نگرش مردمش و طرز فکرشون و فرهنگ آداب و رسومشون مثل هم دیگه باشه، که میتونه که اصلا انقدر رو تاثیر بذاره و تو انقدر تاثیر پذیر باشی که فرهنگ قبلی خودتو اصلا فراموش کنی، اصلا بگی خب این بهتره اون ولش کن. آره دقیقا. پس بهتره به نظر من آدم سفر بره تا تنوع فرهنگ ها، آداب و رسوم و اینا رو با گوشت و پوستش لمس کنه و ببینه که چه خبره بیرون از ببین خونه. وقتی که حالا به این مکان جدیدی سفر میکنیم ممکنه مردم اون مکان کلا اصلا یک نگرش و طرز فکر متفاوتی داشته باشن. مطمئنا همین هست و تو دقیقا. با یک چیز جدیدی روبرو میشی که قبل از اون هیچ ایده‌ای راجبش نداشتی. حالا میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، یعنی دو تا جبهه مختلف داره و اگر بتونی که طی اون سفر اون جنبه‌های مثبت رو از اونو دریافت کنی مطمئنا در آینده میتونی از اون استفاده کنی. ولی خب اگه بخوایم مثلا جبهه‌های منفیش هم بهش بنگریم و بخوایم مثال بزنیم، مثل این میمونه که الان تو بری نمیدونم تایلند حالا یه کشور دیگه بخوام مثال ببرم
حالا مثلا یه کشور دیگه مثال بزنم، اصلا بری آلمان. مثلا برزیل بدتر شد. آی خدایا دستتون نمیاد. برای مثلا آلمان، خب الان یک ایرانی که میره آلمان و حالا چه به عنوان مهاجر چه به عنوان توریست، ما حالا داریم جنبه توریستشو بهش میپردازیم. مهاجر باشه که پشماش میریزه داداش، بی‌تعارف بگم. به عنوان یه توریست فکر کن میره آلمان و وقتی که میره آلمان میبینه که اول از همه آب و هوایی که اونا دارن با چیزی که ما تجربه کردیم تو ایران خب خیلی فرق میکنه. بعد میرسه به آداب و رسوم و رفتار اونا. خب بالاخره ایرانی‌ها دیگه یه چیزی ثابت شده است دیگه، مردم خونگرم‌تری ان. بازم برمیگرده به همون آب و هوا، یک فضای دوستانه‌تری داره ایران و بالاخره هوای همدیگر رو دارن، هر چقدر هم که حالا شرایط سخت باشه و محیط حالا دچار مشکلات مختلفی باشه. و توی آلمان دقیقاً برعکس ما، یعنی یه ذره مردم خشک‌ترن، سر اون هوای سرد یه ذره بدتر رفتار میکنن، مخصوصا حالا با اون مهاجر یا حتی توریست حالا باز یه ذره با خودشون بهترن. و همه اینا برمیگرده به این که الان تو وقتی وارد اون محیط میشی بخوای مثل اونا بشی یا اینکه همون چیزی که به نظرت خوبه رو نگه داری. ما درسته حالا به شخصه حالا ایرانی‌ها رو میگم، به صورت کلی افرادی هستیم که یکم حالا از لحاظ آداب اجتماعی اینا یه ذره مثلا زودتر گرم میگیریم، رفیق میشیم. ولی خب یه موقع این رفیق شدن داخل اونجا میتونه برای تو دردسر ایجاد کنه. کاش می‌دونستم بیشتر توضیح بدم، چون زمان برنامه اونقدر زیاد نیست، مجبورم تا همینجا ادامه بدم. ولی حتما اگه خب شد تو پارت‌های بعدی در مورد این قضیه سعی می‌کنم بیشتر صحبت کنم، چون خیلی بحث آلمان شد. من حالا به یکی از دوستام که اونجا آلمان هست، حالا اگه بچه‌ها تیک تاک دنبال کنم میشناسنش، یگی رو میگم اگه شد بیاد یه پارت با هم دیگه بگیریم و از تجربیات خودش تو آلمان که آره خیلی اونجا جالب میشه. مهاجرت کردن برامون بگه. اینجوریه که ببین میتونن بچه‌ها حالا کسایی که میخوام مهاجرت کنم یه سری اطلاعات جالبی کسب کنن. حتما توی پارت‌های بعدی که حالا در ادامه این پارت هست سعی می‌کنیم در مورد این قضیه هم صحبت کنیم. بریم سراغ سوالت. چی می‌خوای بپرسی؟ این خیلی سخت. نکن. بپرسم یا نپرسم؟ بپرس. میگه که به نظرت سفر باعث میشه چیزی از جهان هستی حذف بشه و چیز جدید بشه اضافه بشه؟ مثلا با کشف کردن اسرار جدید به نظرت چیزی کم و زیاد میشه تو جهان؟ ببین سوال واقعا سوال سختی. 5 نمره اختیاری. خب من این سوال رد میکنم چون اختیاریه. ولی 5 نمره است. ببین ناکن سفر کردن چی رو بگم، وقتی تو یه جایی سفر میکنی به یه جای دیگه و حالا میای و یک آداب و رسوم جدیدی رو باهاش آشنا میشی، شاید آداب و رسومی که تو باهاش بزرگ شدی یه سری ایرادا داشته باشه. خب و با دیدن یه رفتار مثبت داخل حالا اون قوم جدید یا اون محلی که داخلش رفتی یه ادیتی داخل خودت بزنی، یعنی یه ویرایشی تو خودت داشته باشی. یعنی از این لحاظ اگه دقت کنی بهش میشه گفتش که یه کم و کاسی وجود داره که میتونه رفع بشه و اضافه بشه بهش. ولی نمیدونم چی جوری بهش فکر کنم، چون هر جوری فکر میکنم به این سوال چند تا چیز مختلف تو ذهنم میاد و بخوام همشو باز کنم به نظرم خیلی طولانی میشه و چیز خلاصه هم نمیتونم ازش بگم. ولی در همین حد یکیشو بهت گفتم نه که منظورمو برسونم بهت، یه جوابی هم باشه حداقل یه دونیم از این من سوال جواب این بگیریم. سوالو همون ببین من جواب این سوالو همون اول شروع گفتم که جهان خاصیتش همینه، هر چقدر تو بیشتر کشف کنی بیشتر سوقت میده به اینکه بیشتر کشف کنی و بیشتر بفهمی که نمیتونی کل هر رازهای این جهان رو هیچ وقت کشفش کنی. چقدر کشف تو کشف. ببین و یه جایی میرسه که یا خودتو میکشی یا عمرت تموم میشه. چقدر این جمله آخر چیز بود، نیازمند فکر و تأمل بود.
بریم سوال بعد. بفرما. ببین کدوم یکی از تجربه سفر میتونه برات یه خاطره فراموش نشدنی تو ذهنت رقم بزنه؟ خاطره فراموش نشدنی. اولا که به نظر من سفر بستگی داره که با چه آدمایی سفر کنی که خاطره برات رقم بزنه. آره خب اون خاطره فراموش نشدنی میتونه بد باشه، میدونه، خیلی آره بد خوب باشه، مثلا باشه. اینکه از دست بدی تو اون سفر. میتونه خیلی خوب باشه با یکی آشنا باشی که بیاد تو زندگی، مثلا دی بهترین حالتشه دیگه. آره حالا چه به عنوان دوست، چه به عنوان پارتنر، هرچی. ام، میتونه حالا یه سری تفریحایی باشه که اونجا میکنی، مثلا شهربازی میری مثلا شفق قطبی رو میبینی با ما زیاد. و خب خیلی تفاوت داره که این دوتا. اینم سوال سختی واقعا، این که پرسیدی دیسپکت دادی. اینو نگه داشتم برای زمانی که سال سخت رو میپرسی. خب هر چقدر به نظرم تجربیات جدیدی که توی سفر جدیدی که میخوای بری با اون جمع درستی که اگه بری حالت خوبشو در نظر بگیریم خوشایندتر باشه، احتمال اینکه اون خاطره فراموش نشدنی ساخته بشه بیشتره به نظرم. خب یه فکتیه دیگه. آره اگه اون جمع خوب باشه، فضا خوب باشه، آدما خوب باشن، دیگه بهت بگم همه چی اوکی باشه، خب معلومه هیچ وقت یادت نمیره. خب البته بذار یه ادیتی بزنم این صحبت. اگه همه چی خوب باشه یه چیز نرمال جلوه میکنه به نظرم، یه به یاد موندنی نمیشه. باید یه سری کم و کاستی ها داشته باشه که بگی 5 سال دیگه برگرده بگی وای یادت اینجوری شد اونجا با هزار بدبختی این کار کردیم. آره فکر کنم این باید یه موندگارترش سری میکنه. بگاجی هم باشه میدونی. آره. باید یه سری به اتفاق گارد ریل آره خوردن ها باید باید به باشه. گارد ریل بخوریم، بعدش بتونیم اونا رو تو ذهنمون حسابی نگه داریم. ببین کلا باید سعی کنیم تو سفر دنبال تجربه باشیم، تجربه اتفاقات جدید، تفریحاتی که تا حالا تجربه نکردیم و شاید این اولین بار و آخرین بارش باشه و این خودش باعث میشه که تا سالها از ذهنتون قضیه پاک نشه و هیچ کجای دیگه هم نتونیم رو تجربه کنیم. سر همین حالا مثالی که زدی شفق‌های قطبی میتونه یکی از همین خاطرات باشه و چیزی که تو ذهنت تا ابد میمونه، یا جشن و شادی زیر حالا ستاره‌های پرنور در پاتاگونیا، یا اسکی کردن رو تپه‌های ماسه نارنجی رنگ در کشور نامبیا. همچین حالا تجربیاتی واقعا فراموش‌شدنی نیست. حالا این چیزی که گفتی بذار من یه مثال بزنم در مورد خوب و بدش، اگر که برنامه وقتش یاری میکنه و با اجازه آقا بنیامین. نه راحت باش دیگه، تهش دیگه 35 بریم. آره بعد برای مثال این که خاطر بد و خوب گفتی، برای مثال من خودم یه سفری رفته بودیم با چند تا از دوستام و ما تو اون سفر از یک مسیر جنگلی رد می شدیم. حالت کمپینگ بود ولی خب حالا اون کمپینگی فکر کنید نه، یعنی ما شبش اونجا آخرش برگشتیم سر یه اتفاقی که دارم میخوام براتون بگم که برام یه خاطره بد شد. ما خیلی خوش و خرم داشتیم آماده می شدیم که بریم حالا تو اون مسیر، حالا تو اون جنگله و یه کلبه هم داشتیم اونجا که اونجا ما آماده شدیم و همه وسیله رو برداشتن، کوله پشتی ها رو همه رو پر کردیم، همه چی برداشتیم که برامون این بود که شب بمونیم. همیشه داشت خوب پیش میرفت، همینجور رفتیم جلو. یک دوستی بود که حالا با من آشنایت نداشت، از طریقی که دیگه بچه‌ها حالا اومده بود پیش جمع ما و گفته بود که حالا با ما باشه و اینا و مسئولیت اون جمع هم حالا دست من بود با یکی دیگه بچه‌ها. کلا ما 6 نفر بودیم. به جایی رسید که حالا سرتون درد نیارم، رسیدیم به جایی که یه مسیر دره‌ای بود و یه حالت صخره مانند داشت که باید میچسبیدی به صخره و اون یه تیکه رو رد میکردی، تنها مسیرش همونجا بود. و یکی از بچه‌هایی که حالا دقیقا همون بنده خدایی که گفتم بهتون، موقع رفتن یهو حالا نمیدونم سرش گیج میره چی میشه، سر میخوره و حالا یه اتفاقای بدی میفته براش، همونجا قل میخوره میره پایین. و ما اومدیم و حالا این بنده خدا رو
کول گرفتیم دوباره این همه برگرد ببر بیمارستان فلان بیسار، چون یا خدا زنده وضعیتش است. خیلی خراب بود. حالا خوبیش اینه که زنده موند، وگرنه حالا ما رو دهنمون رو سرویس میکردن. و این خاطره خدا بعد شکر. من هم موقع حتی یادش میافتم، حتی یاد اون لحظاتش، اون نفس زدنا، اون که یه ذره من کول میکردم، یه ذره اون یکی رفیقم کول میکرد که برسونیمش و اونم هیچ جوابی به ما نمیداد، اون ضربه به سرش خورده بود. و ببین همچین خاطره ای خب میشه اون جبهه بعده. من فقط یه مثال زدم ولی خب این اتفاقی که برام افتاده و همیشه تو یاد من مونده که آقا مسئولیت هیچ کس رو قبول نکنم و اینکه هر کسی رو همراه خودم نکنم. یعنی اینکه سعی کنید همیشه اگر سفری میرید با کسایی برید که بتونن از پس خودشون بر بیان تا این اتفاقات خب بد پس پوینت نیفته. این اپیزود شد که تو سفر مسئولیت هیچ کس جز خودتون قبول نکنید. آره واقعا این خیلی مهم بود. یعنی این تجربه واقعا برای من تجربه هم ترسناک بود، هم تجربه پر استرسی بود، همه چی توش بود به جز هیجان. یعنی داشتیم میمردیم تو اون لحظه ها، اینجوری بهتون بگم. خب در واقع هیجان منفی بود آره هیجان دیگه. منفی بود دیگه. آره دقیقاً هیجان بود. پس بریم سوال بعدی. بله. وقت میشه یا بذاریم برای اپیزود بعدی؟ یه سال دیگه که من که تو بریم، بعدش دیگه این اپیزودم جمع کنیم. حل. خب برو بریم. چه سوالی؟ منم نه سوال نوبت نه یا تو پرسیدی قبلی؟ قبلی رو من پرسیدی دیگه. پرسیدم. آره منم. دیگه تو باید آره. بگی. میگم چه سوالی برای اون تدارک دیدی آقای بنیامین خان؟ بذار سخت‌ترش پیدا کنم. نه بذار آسونش پیدا کنم سریع جواب بدی بریم. بچه خسته شده تا میگه خدا چقدر اینا زر میدن. به نظر تو اگه میتونستی یه قدرت ماورایی رو تو سفر خودت داشته باشی چه توانایی رو انتخاب میکردی؟ بنیامین جان داری مثلا سوال آسون میپرسی دیگه. آره آسونش اینه. کی بیام تو رو دنبال بدم خدا میدونه. ببین شاید حالا بخوام سریع داشت بگذرم میگم پرواز. منم پرواز. بعد گاهی وقتا حاجی حضرت پرنده ها رو میخورم. چرا؟ شاید خنده دار باشه ولی خب واقعا اون حسی که وقتی پرواز میکنم، بادی که به صورتشون میخوره، اون ویوی که از اون بالا دارن نسبت به شهر و آدم و جنگل و این داستانا، به نظرم خیلی یونیکه، خیلی خاصه. دیدگاه جالبیه. دارم از دید پرنده ها زمین رو نگاه میکنم. خب الان تا همین حد کافی بود برد، یعنی پرواز گفتم اوکی شد. بریم سوال بعد که سوال آخره. بپرس داداش بپرس دیگه، تایم نداریم که خیرتو بگیرم اگه نه. خب کار تمومه. یا خدا. وقتی مکان جدیدی رو میبینی آیا شخصیت جدیدی هم پیدا میکنی؟ شخصیت منظور طرف فرد جدیدی یا نه خودم؟ خودت دیگه. یعنی که اون مثلا تو ببخشید مثلا توی نمیدونم تغییر شخصیت ایجاد میشه داخل. آره مثلا الان تو مازندرانی یهو بری مثلا توی محیط دیگه مثل اصفهان که خب لهجه خودشونو دارن، فرهنگ خودشونو دارن. از مازندران برم اصفهان؟ مثال دارم میزنم دیگه. برای چی می‌خواستی برم اصفهان؟ خوب اصفهان شخصیت جدیدش پیدا کرد فکر کنم. ببین کیک ات اولش نداشت سانسور کن اونا رو. بیپ بیپ. ببین سفر در واقع تو رو خب تشویقت میکنه که خودتو باید شرایط جدیدی وفق بدی دیگه. آره آفرین. مثلا خب وقتی میری یه جایی مثلا اون کلیسا برات فرستادن یارو آماده هم میخوند. آی خدا فکر کنم بری وسط کلیسا. مثلا وقتی میری یه مکان مذهبی خب در واقع هیچی نمیتونه بگه حس آرامش نمیده. البته یه سری آدما میتونن مثلا خب نفرت داشته باشن واقعا بگن حس آرامش نمیده، حس استراب میده بهم. آره تصمیم میکنم صحبتمو. خب مثلا یه جای مرموز مثل اهرام ثلاثه میری تو، خب همیشه یه حس
مرموز خاصی بهت میده دیگه. دوست داری که ماجراجویی کنی، برخلاف مثلا وقتی که تو خونه نشستی دوست داری فقط لش کنی و اون رو نگاه کنی. آره میدونی، به شخصیت جدید نمیده بهت. من خودم آدم مودی هستم، میدونی، من میشناسی آره. دیگه. بستگی به وایبی که میگیرم عمل ببین میکنم. شخصیت جدید منظور اینه که تو وقتی خودت میگی که با شخصیت جدید خودتو مثلا وفق بدی، میشه شخصیت جدیدت دیگه. پس شخصیت جدیدی اینم میگیری، میشه گفت. پیدا میکنی. الان من یه مثالی که زدم تو سریع سویچ کردی رو اسلام. این میشه شخصیت جدید. گرفتی؟ یعنی تو آره. اون وایب اون لحظه رو میگیری از اون مکان و شخصیتت، حالا نمیگم کلیا، یه بخشیش یه تغییرات ریزی میکنه. حالا میتونه اهم از مثلا لهجت باشه، اهم از تفکرت باشه، حالا چیزای بله مختلف. دیگه. خب میگم با توجه به وایبی که میگیری، با توجه به موقعیت، یه سری رفتاره که قبلا نداشتی میتونه آره بروز خب پیدا میشه کنه شخصیت داخلت. جدید، گفتم درسته. مثلا تو خونه نشستی دوست داری همش لش کنی، ولی مثلا وقتی میری یه جنگلی چیزی دوست داری جنب و جوش داشته باشی، بری مثلا چوب خورد کنی، هیزم بیاری، یا مثلا گفتم اهرام سلاسه بری، دوست داری بری کشف کنی ببینی اینجا چه خبر بوده، چی شده، اون کیه. آره میدونی. متوجه شدم. فکر کنم برای این اپیزود کم چی میگم، اینجا رو کات کنم. کمه نه؟ آره واقعا کمه. فکر کنم برای این اپیزود کافی باشه تا اینجا. حالا ما بازم سوالمون بیشتر بود ولی خب تایم دیگه به اون اجازه نمیده که بیشتر بخوایم جلو بریم. حتما تو پارت‌های بعدی به سوالای دیگه میپردازیم و سعی میکنیم که دوستای جدیدی هم اضافه کنیم به این سری از پادکست ها که مربوط به حالا سفر و حالا مهاجرت و کلا چجوری بگم گردشگری و ایناست، که قرار خیلی حالا وارد شهرها و استانها و کشورهای مختلف بشیم و سعی کنیم که حالا تجربیاتی اگر هست از دوستانی که حالا بنیامین مثلا مثال زده، بچهای آلمان یا کشورهای دیگه، به کسایی که نیاز دارن اضافه کنیم. دوستان خیلی ممنون که فقط این بفرمایید. که بچه سوال کمکمون کنید، هم سوال هم موضوع، دقیقاً. هرچی از دوست رسد نیکوست. هم سوال اپیزود بعدی در این باره، هم موضوع پادکستی که دوست دارید یا خودتون باشید، اصلا به ما بگید که خودتون باشید، یا مثلا چی بگم بهتون، چجوری بگم، موضوعای پیشنهادیتون رو بگید به ما. ما خب چنل دیسکورد هم داریم دوستان، میتونید اونجا بیاید. ما یک بخشی رو گذاشتیم برای موضوعاتی که شما دوست دارید در موردش صحبت بشه و به احتمال حتی دوست دارید زیاد، خودتون آره شرکت دقیقاً، کنید. به احتمال زیاد سیستمش اینجوری خواهد بود که کسایی که دوست دارن موضوعی که ارائه میدن میتونن در موردش شرکت کنن، یعنی اطلاعات داشته باشن در موردش دیگه. یعنی هر موضوعی که همینجوری بندازی وسط هم نه. یعنی یه ذره می‌خوایم پادکستر تخصصی سر کنیم و حالا با کمک شما این چنل رو که حالا فرنسکست هم از یه فضای دوستانه داره جلو ببریم. صحبتی نداری؟ بله دیگه همین. من بذار آخرش رو بگم پس. خیلی ممنون که ما آها رو بگو گوش پس. دادید سه. و نه یه همراهمون بار بودید دیگه دوستان. آرسی قطع میشه صدام، حواسم نبود. اوکی بیاد یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه بگو. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید و همراهمون بودید دوستان. امیدوارم که لذت برده باشید و لذت برده باشید دیگه همین. دم همتون گرم آقا، خیلی ممنونم بابت این وایب خوبی که بهمون میدید، این کامنت های مثبت، اون لایکی که میکوبید. دم همتون گرم. داخل دیسکورد و چنل تلگرام هم ما یه سری اطلاع رسانی برای بچه‌ای که میخوان توی پادکست های آینده باشن میذاریم و سعی کنید که حالا اگر میخواید باشید حتما هم چنل تلگرام هم دیسکورد رو دنبال کنید. اینستا هم که حالا فعالیتمون فعلا سال کامل شروع نشده ولی خب بذارید توی اینستا هم پستای مربوط به مهمون ها و موضوعات رو قرار میدیم و یه سری حالا ویدیوهای شورت هم قراره که براتون بذاریم. دم همتون گرم تا ویدیوی بعدی، بدرود. خدا نگهدار.